ایردراپ جدید و خفن پروژه نات کوین. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیوی دیگه از کانال Z7. داخل این ویدیو قصد داریم ایردراپ جدید جامعه نات کوین یعنی نات پیکسل رو با هم بررسی کنیم. حتما تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید چون آخر ویدیو چند تا ترفند و نکته بهتون میگم تا امتیاز بیشتری رو جمع‌آوری کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا پروژه های معتبر و ترفندهای جدید رو از دست ندید. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. تیم نات کوین چند هفته پیش نسخه بتای این ایردراپ رو معرفی کرد و به دلیل اینکه نات کوین پشت این پروژه قرار داشت استقبال زیادی از این پروژه شد. برای همین این پروژه از نسخه بتا خارج شد و حالا نسخه عمومی ایردراپ منتشر شده و سرورهای مینی اپ خیلی شلوغ شده. پس اگه هنگام ورود با مشکلی مواجه شدید نگران نباشید. لینک این ایردراپ داخل کانال تلگرام ما قرار گرفته و ما همچنین اخبار این ایردراپ و پروژه‌های مشابه داخل کانال تلگرام پوشش میدیم. پس اگه دوست داشتید داخل کانال تلگرام ما عضو باشید. لینک کانال تلگرام هم داخل کامنت های همین ویدیو براتون پین میشه. خب بریم سراغ ربات پروژه نات پیکسل. روی گزینه لیتس گو کلیک میکنیم تا وارد ربات بشیم. دوستان این بخش جدید اضافه شده و اینجا داره بهتون میگه که نات پیکسل یک فضای سیاسی نیست و گفته که شما باید بیشتر آثار هنری ایجاد کنید. پس شما هم سعی کنید یک آثار هنری یا یک چیز خلاقانه ایجاد کنید و ممکنه با افرادی که در ایجاد پرچم‌ها کمک میکنن برخورد بشه یا حالا توکن بهشون تعلق نگیره. پس شما سعی کنید این کار رو انجام ندید. روی گزینه اوکی پرامیس کلیک میکنیم. خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید اینجا یک زمینه‌ای وجود داره که با ابعاد 1000 در 1000 و جلوتر بیشتر با هم بررسیش میکنیم. خب از قسمت بالا شروع میکنیم. قسمت اول اینجا اسکواد یا همون گروه‌های مختلفی وجود داره که شما میتونید داخلشون عضو بشید که پروژه در مورد این قسمت هنوز توضیحات زیادی نداده و فواید این قسمت رو هنوز نگفته. قسمت کناری این بخش شما میتونید فرنداتون یا همون دوستانتون رو دعوت کنید. با دعوت از هر دوست شما 8 پیکس دریافت میکنید و اگه اون دوستی که دعوت کردید تلگرام پرمیوم داشته باشه یعنی حساب پرمیوم تلگرام رو داشته باشه 64 پیکس دریافت میکنید. و این پایین هم گفته که 16% از ماینینگ کل فرند هاتون رو دریافت میکنید. و یک نکته جالب اینجا وجود داره که اگه شما بیشتر از 1000 نفر دعوت کنید رنگتون لیدر میشه و قطعا پاداش بیشتری رو دریافت میکنید. خب از بخش بالا روی بخش امتیاز کلیک میکنیم که الان ما 8 تا پوینت یا همون امتیاز داریم. این بخش امتیاز به دو بخش تسک و بوز تقسیم میشه که داخل این بخش تسک سری تسک وجود داره یا مأموریت وجود داره که شما با انجام اونها میتونید پیکسل دریافت کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ این تسک اول روی این قسمت how it works کلیک میکنیم. خب اینجا بهمون گفته که شما با رنگ کردن پیکسل PX دریافت میکنید که همون توکن پیکسله و از قسمت بوسترز که قرار جلوتر با هم بررسیش کنیم شما میتونید PX بیشتری رو دریافت کنید. و داخل بخش ماینینگ هم گفته که شما با رنگ کردن هر پیکسل 1/10 PX رو دریافت میکنید. و در قسمت آخر هم گفته که هر 8 ساعت شما باید این رو کلیم کنید. خب بریم سراغ این قسمت تسک ها. قسمت اول گفته که شما باید دوستانتون رو دعوت کنید که این بخش رو با هم بررسی کردیم. داخل بخش کویک استارت هم تسک وجود داره که اینجا گفته 20 پیکسل رو باید رنگ کنید که بهتون جلوتر میگم چطور باید پیکسل رو رنگ آمیزی کنید. بخش پایینش گفته که شما باید 3 نفر رو دعوت کنید تا 64 پیکس رو دریافت کنید و اگه شما داخل اسکواد یا همون گروهی عضو بشید 64 پیکس رو دریافت میکنید. بخش سوشال اگه شما تلگرام پرمیوم داشته باشید 512 پیکس رو دریافت میکنید و اینجا هم باید لیکتون به سیلور برسه تا 16 پیکس رو دریافت کنید. و اگه شما داخل ربات استارز خرج کنید 512 پیکس رو دریافت میکنید که شما از سایت فرگمنت میتونید استارز رو خریداری کنید. بخش براوزر هم اینجا سری تسک وجود داره که شما باید داخل کانال نات پیکسل عضو باشید و اینجا گفته که باید ایکسشون رو دنبال کنید که این کاری نداره، فقط روش کلیک کنید و بعدش بیاید بیرون. و اینجا هم گفته داخل نات کوین باید عضو باشید، داخل کامیونیتی همون کانال تلگرام نات کوین. تسک بعدی هم گفته که باید کانال ایکس یا همون توییتر نات کوین رو دنبال کنید که ما از لیست این کانال هم داخل کانال تلگرام براتون قرار میدیم تا مشکل عضو شدن رو نداشته باشید. خب بریم سراغ بخش دوم یعنی بخش بوست. گزینه اول یعنی پینت ریوارد. شما از این قسمت میتونید اون ریواردی که از رنگ کردن اون پیکسل ها یا همون جایزه‌ای که از رنگ کردن پیکسل ها دریافت میکنید اون جایزه رو افزایش بدید که برای ارتقای این بخش به لول 2 نیاز به 5 پیکس داریم. بخش دوم برای ریچارجینگ اسپید. اول بریم سراغ اون بخش رنگ کردن پیکسل ها چون اول باید اون بخش رو بهتون توضیح بدم.
خب دوستان همونطور که میبینید اینجا دو علامت مثبت و منفی وجود داره که شما اگر روی علامت مثبت کلیک کنید به صفحه نزدیکتر میشید و همونطور که اینجا مشاهده میکنید شما میتونید روی پیکسل ها کلیک کنید و اونها رو به رنگ دلخواهتون رنگ‌آمیزی کنید. برای مثال ما این پیکسل رو انتخاب میکنیم. از بخش پایین میتونیم رنگش رو انتخاب کنیم. حالا هر رنگی که دوست داشتید میتونید اینجا انتخاب کنید و روی بخش پینت کلیک کنید. خب همونطور که دیدید انرژی ما قبلا 5 تا بود و الان شده 4 تا و یعنی ما الان میتونیم 4 بار دیگه این پیکسل ها رو رنگ‌آمیزی کنیم. و اگه الان ما روی یک پیکسل کلیک کنیم، برای مثال این پیکسل، و روی بخش اینفو کلیک کنیم، اینجا اطلاعات اون فردی که این پیکسل رو رنگ‌آمیزی کرده برای ما بالا میاره و ما میتونیم پروفایل، اسم این شخص و یه سری اطلاعات دیگر رو بررسی کنیم. برای مثال این پیکسل رو میتونیم حالا به رنگ آبی در بیاریم و کنارش هم میتونیم به رنگ سیاه تبدیل کنیم. همونطور که مشاهده میکنید داره به امتیازهای بالای ما یا همون کوین های بالای ما اضافه میشه. خب همونطور که میبینید انرژی ما صفر شده و دیگه ما نمیتونیم پیکسلی رو رنگ‌آمیزی کنیم. برای اینکه ما بتونیم این بخش رو افزایش بدیم، یعنی اون ماکسیموم انرژیمون رو افزایش بدیم، بتونیم پیکسل های بیشتری رو رنگ‌آمیزی کنیم، باید از بخش بوسترس این کار انجام بدیم و اما دوباره وارد بخش بوسترس میشیم. خب دوستان همونطور که الان از قسمت بالا مشاهده میکنید ما میتونیم این پیکسل هایی که برامون جمع آوری کرده رو کلیم کنیم. خب بریم سراغ این بخش ریچارجینگ اسپید. خب دوستان این بخش برای سرعت پر شدن اون انرژی هاتونه که الان 10 دقیقه طول میکشه تا انرژی ما پر بشه و دوباره بتونیم پیکسل ها رو رنگ‌آمیزی کنیم، ولی با ارتقای این بخش داخل 570 ثانیه اون بخش برامون پر میشه که الان 600 ثانیه است، یعنی همون 10 دقیقه، و اگه ما این بخش رو ارتقا بدیم میشه 570 ثانیه که ما با پرداخت 5 پیکس میتونیم این کار رو انجام بدیم. بخش بعدی بخش انرژی لیمیت برای همون ماکسیموم انرژی هاتونه، یعنی اون محدودیت انرژی هاتون که شما با ارتقای این بخش میتونید به جای اینکه 5 پیکسل رو رنگ‌آمیزی کنید 6 پیکسل رو رنگ‌آمیزی کنید که به نظر من حتما این سه بخش رو ارتقا بدید، چون این سه بخش به جمع‌آوری بیشتر پیکس شما کمک میکنه. بخش کناری امتیازهای ما یک ستاره وجود داره. ما داخل این بخش میتونیم با استار چیزهای مختلفی خریداری کنیم که بهتون گفتم چطور باید استار رو خریداری کنید. گزینه اول برای اینه که شما بتونید انرژی خریداری کنید که برای خرید هر انرژی نیاز به 128 استار دارید. گزینه بعد یعنی دینامیت برای اینه که شما بتونید یک بخشی با ابعاد 5x5 رو کلا نابود کنید، یعنی به رنگ اولیه‌اش تبدیل کنید. فکر کنم رنگش مشکیه که اگه دوست داشتید میتونید دینامیت رو خریداری کنید و حالا اون پیکسل ها رو به رنگ اولیه تبدیل کنید. از بخش بعدی شما میتونید رنگ پیکسل ها رو کپی کنید که این بخش فکر نکنم زیاد نیازتون بشه. به نظر من این بخش ارزش خرید نداره. و بخش آخرم بخش فست موده که شما از این قسمت میتونید فقط با یک سینگل تاچ یا همون فقط با یک بار کلیک کردن اون پیکسلی که دوست دارید رو رنگ‌آمیزی کنید و دیگه نیاز به زدن چند دکمه نباشه و شما فقط بتونید با یک کلیک یا همون یک ضربه زدن روی هر پیکسل اون رو رنگ‌آمیزی کنید که این بخش هم میتونه داخل رنگ‌آمیزی بهتون کمک کنه. و دوستان اینجا رو که بهتون گفتم میتونید با این علامت مثبت زوم کنید و با علامت منفی هم میتونید به حالت اولیه برگردید. دوستان این نکته مهم رو بهتون بگم که پروژه ناتپلیکس به اون افرادی که پرچم ها رو درست میکنن بهشون هشدار داده و بارها گفته که این کار انجام ندید، چون این فضا یک فضای سیاسی نیست و ما همه از یک کشوریم. پس دوستان شما هم سعی کنید داخل درست کردن پرچم ها کمک نکنید و همکاری نداشته باشید و بیشتر سعی کنید داخل یک اثر هنری یا یک چیز خلاقانه کمک کنید تا زمانی که این ایراد داره توضیح میشه با مشکل مواجه نشید. و دوستان یک نکته دیگه هم بهتون بگم که بیشتر سعی کنید پیکسل های رو رنگ‌آمیزی کنید که کسی دیگه ای نیاد این پیکسل رو رنگ‌آمیزی کنه. برای مثال ما اگه بخوایم داخل ساخت این پرچم کمک کنیم قطعا افراد دیگه ای میان و اون پیکسلی که ما رنگ‌آمیزی کردیم رو رنگ‌آمیزی میکنن. پس سعی کنید شما پیکسل های رو رنگ‌آمیزی کنید که هم سیاسی نباشند و پیکسل هایی باشن که افراد دیگه از اونها خوششون بیاد و اون پیکسل ها رو رنگ‌آمیزی نکنن، یعنی اون پیکسل ها رو خراب نکنن. خب دوستان فکر کنم دیگه همه بخشا رو بهتون توضیح دادم و دیگه بخش دیگه این نمونده فکر کنم که بهتون توضیح نداده باشم. اخبار این پروژه و پروژه های مشابه داخل کانال تلگرام براتون قرار میگیره، پس اگه دوست داشتید داخل کانال تلگرام عضو باشید و همونطور که اول ویدیو هم بهتون گفتم لینک این پروژه رو داخل کانال تلگرام براتون قرار میدیم و لینک کانال تلگرام هم داخل کامنت همین ویدیو براتون پین میشه. خب دوستان مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون.